سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومد به ویدیو دیگه. معذرت بخوام که یه چند روزی نبودم که ویدیو بگیرم و درگیر یه سری کارا بودیم. از امروز استارت کار رو دوباره با هم دیگه میزنیم و با هم دیگه به درآمد میرسیم. خب دوستان، امروز اومدیم در مورد سایت های کاریابی صحبت کنیم که ببینیم به چه روش میتونیم ازشون پول در بیاریم و بهتون معرفی کنم و ببینیم اسمشون چی هستن. اولیش و به جرئت میگم معروف ترینش سایت کارلنسر هستش که من یادم اولین ویدیو یوتیوب، یعنی اولین ویدیو کانال یوتیوبم، یعنی همین کانال، در مورد کارلنسر بود که کلا آموزش کلی رو در مورد کارلنسر من ضبط کردم و گذاشتم در کانال. حالا اومدیم امروز دوباره با آشنا بشیم باش. حالا این بالا ویدیو براتون قرار میدم، اگه دوست داشتین برید نگاه کنید. دوستان، وقتی وارد سایت کارلنسر میشید اینجا دوتا گزینه داره، فریلنسرها و پروژه ها. که ما که میخوایم درآمد کسب کنیم باید رو پروژه ها اول کلیک میکنیم و اون رسته‌ای که یا اون کاری که ما توش تخصص داریم رو تایپ میکنیم، مثل ادیت، تایپ صوتی، مترجمی، همه این چیزا، ادمینی. حالا من یه دونه سرچ میکنم تایپ صوتی. حالا چیز تایپ کنید میاره براتون. دوستان، همونجور که دارید مشاهده میکنید با انجام دادن هر یک از این پروژه ها مبلغ هم دارید میبینید دیگه. با انجام دادن هر یک از این پروژه ها یه قیمت به خصوصی میگیریم. مثلا این پروژه اصلاح متن پیاده سازی شده صوت 40 دقیقه‌ای میشه 80,000 تومان. شما با توجه به با توجه به اون رسته‌ای که توش تخصص دارین میتونید سرچ کنید، براتون میاره. مثلا اینو که دارید مشاهده میکنید، اولی پروژه تایپ متن فایل صوتی انگلیسی و ترجمان به فارسی، بودجه 500,000 تومان، زمان پیشنهادی 5 روز. شما حالا اگه فایل اون پروژهتون رو انتخاب کنید، میخواستین پیشنهادتون رو روش ثبت کنین، اینجا روی این گزینه ثبت پیشنهاد کلیک میکنید. حالا اینجا از ما شماره موبایل میخوام، من نزدم مثل این که براش قبلا زده بودم، حالا نمیدونم چی شده. شما الان ازش اومد بیرون، دوباره برام توشه، ببخشید. شما که میخواین پیشنهادتون رو پروژه ها ثبت کنین، روی این گزینه ثبت پیشنهاد که بزنین یه صفحه براتون میاره که شما میتونید اونجا قیمت خودتون رو بزنید، زمان پیشنهادی خودتون، اون زمانی که میتونید به کارفرما پروژه رو تحویل بدین، میتونید اونو تایپ کنید و مبلغتون هم میتونید بنویسید. و حتما وقتی صفحه رو اسکرول کنین بیاین پایین تر، یه کادری داره برای شما که اونجا باید شما تخصصاتون رو بنویسین. اگه رزومه ندارین، یه جوری بنویسین که تخصصاتون بلند بالا باشه که کارفرما مجاب بشه که شما پروژه رو به شما فقط تحویل بده. خب دوستان، بریم سراغ دومین سایت پونیشا هستش. بزنم الان سایت پونیشا یه جورایی این همون کارلنسر و کار کردن باش ساده است. من یه دونه بزنم، این طراحی لوگو رو بزنم. دوستان، همون جور که دارید مشاهده میکنید
این زیر دارید میبینید من اسکرول میکنم به سمت بغل. نرم افزار موبایل، تنظیم زمان گذاری بانوان، مرتب کردن ستون تاریخ در گوگل شیت به ترتیب روز، طراحی دو پوستر گرافیکی، تبلیغات تیبا. اینجور که بزنید میبینید کار کردن باش ساده است. حالا مثلا من اینجا مشاهده همه پروژه ها رو زدم. این پروژه ها رو با هم دیگه ببینیم. همونجور که دارید مشاهده میکنید من احساس میکنم پروژه ها یکم سخت‌تر از اون پروژه های کارلنسره و به خاطر همینه که معروف تر این دو. طراحی سریع و ساده سایت معرفی در حوزه سلامت، بودجه 2 میلیون. شما میتونید با توجه به رسته تخصصیتون میتونید این پروژه ها رو بگیرید. فکر نکنم کار زیاد باش سخت باشه. این همون کارلنسره. وقتی این پروژه رو باز کنید یه همچین صفحه براتون میاره که کلا توضیح داده دربارش. من توضیحشو بخونم. بازی مافیا. یه پروژه بازی مافیا در سطح وب میخوام. مشکلی با استفاده از پروژه گیت ها و ندارم. فقط باید شرط نقشه و سخت لو یا بکنم در رابطه با برنامه نویسی باشه. حالا من چون برنامه نویسی نخوندم نمیدونم. حالا دارید اینجا این زیر مشاهده میکنید که فریلنسر هایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کردن میبینید. شما با کلیک کردن رو اسم اون فریلنسر میتونید برید رزومه اون فریلنسر رو بخونید. حالا اینجا ارسال پیشنهاد بزنیم بازم از ما یه شماره موبایل یا ایمیل میخواد که طول میکشه. من نمیزنم. ولی کار کردن با پونیشا هم این همون کار کردن با کارلنسر خیلی ساده است. اگه کار کردن با کارلنسر رو به مشکل برخوردین حتما به این ویدیو اولین ویدیو چنل رو ببینید یا همین بالا هم براتون قرار میدم. فکر کنم اولای ویدیو براتون قرار دادم. حالا بریم سراغ سومین سایت و آخرین سایت تایپیران رو من میخوام بهتون معرفی کنم. دوستان سایت تایپیران فقط مخصوص تایپه که من چند باری توش اومدم و تو این 3 تا سایتی که من بهتون معرفی کردم همشون رو توش بودم. یعنی دیدم که چی جوریه باشون چجوری کار میشه. مثلا اینو بزنیم تایپ در ورد. انجام دهنده پروژه. اینجا داره بهتون توضیح میده که چجوری باید اول باید ثبت نام کنید داخل و بعد داخلش برید. چون حالا زیاد طول میکشه من نمیرم داخل که یه وقت ویدیو هم گرفته نشه. دوستان همونجور که بهتون گفتم این سایت کلا مخصوص تایپه و یه چیزی مخصوصه. حالا این سایت هایی که من معرفی کردم مخصوص اونایی که وقت آزاد دارن و میخوان در کنار شغل اولیشون یه درآمد کوچیکی هم در بیارن. مثل از 800,000 تومان تا 2 تومن. خودتون مبلغا رو مشاهده کردین و دیدین که چی جوریه. دوستان چون وقتمون گرفته میشه من نمیرم ثبت نام کنم که بتونیم پروژه ها رو ببینیم. ولی همه این 3 تا سایتی که بهتون معرفی کردم ثبت پیشنهادتون با زیاد تفاوت ندارن و کلا شبیه هم دیگه. دوستان حرف دیگه ای نمیمونه. امیدوارم حالتون عالی باشه و عالی بمونه. حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید که تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. مطمئنم ویدیو ما به دردتون میخوره. اگه این آموزش رو دوست داشتین حتما در کامنت ها اعلام کنید که ما همچین نوع آموزش هایی براتون قرار بدیم.